حکیم را پرسیدند چگونه توانستی زندگیت را به پاکی بنا کنی و این گونه آرام باشی؟ حکیم گفت بر 5 اصل بنا کردم. یکم دانستم که رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم. دوم دانستم که خدا مرا می بیند، پس حیا کردم. سوم دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد، پس تلاش کردم. چهارم دانستم که نیکی ها و بدی هایم گم نمی شوند، پس بر خوبی افزودم و از بدی کناره جویی کردم. پنجم دانستم که عاقبت می میرم، پس برای مرگ تیاری دیدم. دوستان عزیز، اگر این 5 اصلی که این حکیم برای ما گفت اگر در زندگی به کار بگیریم، آرامش پیدا میکنیم، وگرنه آرامش خویش را از دست میدهیم. ای خواجه چرا در این جهان بیخبری؟ روزان و شبان در طلب سیم و زری. سرمایه تو در این جهان یک کفن است، آن هم به گمان است که بری یا نبری.